خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. هنرپیشگان بخاری تئاتر حمزه. بسیار آرزو داشتم که در برنامه‌های تاجیکی اثرهای دراماتورگان تاجیک و روس و ازبک صدا دهد، لیکن در تاشکند نشانی از هنرپیشگان دراموی تاجیک یا تاجیک زبان را پیدا کرده نمی توانستم. باری بر ریدکس ادبی ازبکی رادیو 2-3 نفر هنرپیشگان تئاتر مشهور ازبکی حمزه آمدند. آنها با مدیر ریدکس ازبکی درباره برنامه آینده صحبت می کردند. بعد از تمام شدن صحبت از بین هنرپیشه ها زنی قامت بلندی خوشگل و پری چهره نزد من آمد و گفت: من از تئاتر حمزه هستم. نامم محبت موسایی و آواز فارمی تاجیکیتان را می شنوم و لیکن خودتان را اکنون دیدم. برنامه های تاجیکی به من خیلی معقول است. شما تاجیک هستید؟ با حیرت پرسیدم من. ها، من از بخارا می شوم. خیریت تاجیکی را فراموش نکرده اید؟ آخر آدم زبان خودش را فراموش می کند. استید که می خواهید به زبان تاجیکی در برنامه ما اشتراک کنید؟ می خواهم و لیکن مشق کرده دیدن لازم است. تاجیکی را می دانم و اما در صحنه و رادیو به تاجیکی برآمد نکردم. خیر، من مخصوص برای شما یگان چیزی خوب تیار می کنم. به نظرم مشق کنید، به تاجیکی نغز برآمده می توانید. بعد از فکر و اندیشه های بسیار قرار دادم که پارچه ای را از درامه مسکرد لرمونتوف ترجمه کنم. 1 ماه زور زده صحنه اربینین و نینه را به نینه زهر دادن اربینین و به هلاکت رسیدن نینه ترجمه کردم. ترجمه عالی نباشد هم، لیکن شعریت و دراماتیزم اثر در تاجیکی تا اندازه حفظ شده بود. صحنه همگی 30 دقیقه بود. محبت موسایی را دعوت کرده متن را 1 بار همراه خوانده برآمدیم. 2-3 بار به همین طریق تکرار شده بود که زبان محبت موسایی و گشاده شد. نهایت صحنه تیار شد و از رادیو پخش کردیم. من اربینین و محبت نینه. آنهایی که شنیده بودند تعریف و ستایش کردند، ولی گپ حق را سلطان عمروف، آن وقت رکتر دانشگاه تاشکند، گفت: شما خیلی خوب خواندید، لیکن همچون دیکتور خوب خواندید. هنری ارتیستی موسایی و خیلی نقص حس کرده می شد. برنامه شاید به درجه دلخواه صورت نگرفته بود، ولی مهمش این بود که به واسطه موسایی و به تئاتر آوازداری به نام حمزه راه گشاده شد. معلوم شد که در تئاتری به نام حمزه چند هنرپیشه معروفی بخاری بودند و آنها در اکثر نمایشنامه‌ها نقش‌های اساسی را اجرا می‌کردند. بر ریدکس ادبی ازبکی از تئاتر به نام حمزه شریف قیوموف نام ارتیست آمد و رفت داشت که همچون رژیسور برنامه‌های ادبی و دراموی ازبکی تیار می‌کرد. معلوم شد که این ارتیست خلقی ازبکستان نیز بخاری بوده است. روزی با شریف قیوموف مصاحب شدم و آرزوی خود را گفتم که کاش ارتیستان بخاری الاصل تئاتر در برنامه‌های تاجیکی اشتراک می‌کردند و صحنه‌های میده اینسنیروفکایوی را اجرا می‌نمودند. شریف قیوموف گفت که این فکر درست است و ارتیستان بخاری حمزه حالا زبانشان را گم نکردند و می‌توانند از رادیو برآمد کنند. با مشورت شریف قیوموف خیرورگی نام حکایی چیخوف و باز 1 پارچه قصه گاگل را درباره ایوان ایوانویچ و ایوان نیکیفورویچ ترجمه کردم. شریف قیوموف متن برنامه را گرفته رفت. بعد از 10-15 روز ارتیستان خواستند که رپتیسیون پیشکی را در حضور من گذرانند تا بدانند که زبان تاجیکیشان چگونه است. این هنرپیشکان ارتیست خلقی ازبکستان لطفالله نظراللهیف، ارتیست خلقی ازبکستان حکمت لطیفوف، برادر شادروان لطیف لطیفوف، ارتیست تئاتری به نام لاهوتی، خود شریف قیوموف و باز 1 نفر هنرپیشه جوانی بخاری بودند.
زبان تاجیکی آنها کمی لغزش داشته باشد هم زبان تازه تاجیکی بخاری بود. احسنت گفتم که در مدت قریب 20 سال که از بخارا به تاشکند آمده شب و روز ازبکی را مشق می کنند، زبان مادری خود را نقص حفظ نمودند. نمایش اولین ادبی درموی نهایت خوب گذشت. من خیلی شاد بودم. هنرپیشگان از من هم زیادتر خرسند و قانع بودند. خرسند بودند که به زبان تاجیکی خودشان توانستند هنرنمایی کنند. بعد از این هم باز 2-3 پارچه های خردی درموی پخش کردیم. ارتیستان بخاری الاصل تاجیکی تئاتری به نام حمزه گویا در گوشه بخش تاجیکی رادیو بوی وطن خود را حس می کردند. ما با هم انس گرفتیم، الفت شدیم. اکنون در فکر آن بودم که نمایشنامه نامدار این تئاتر را با ترجمه مختصر از رادیو بشنوانم. انتخاب به اسپکتاکل نوایی قرار گرفت. پیسه نوایی که به قلم عزت سلطان و شاعر اویغون تألیف شده بود، سالها از صحنه نمی فرامد و از نمایشنامه های دوست داشته خلق بود. در این خصوص با شریف قیوم صحبت کردم و پرسیدم که آیا اجرا کننده نقش نوایی، ارتیست خلقی اتفاق سویتی، یکی از صنعتکاران نامدار صحنه ازبک، عالم خواجه‌وی بخاری الاصل تاجیک، راضی می شده باشد که نقش شاعری بزرگ ازبک را به زبان تاجیکی اجرا کند. شریف قیوم گفت که آن کس حتما راضی خواهند شد. عالم خواجه‌و 1910-1977 شخص خوش‌آداب، ضیایی نما، خوش لباس و خوش‌اندام، بالا قد و موزون بود. عینک طلایی‌اش به چشمان تبسم‌بار و چهره سفیدگونش خیلی موافق افتاده بود. شخص خیلی نرم، در معامله دلکش و خوشگفتار، خلاصه یک نفر ملازاده حقیقی بخاری بود. عالم خواجه‌و در تئاتری به نام حمزه بسیار نقش‌های کلاسیکی و ملی آفریده بود. اما به نظر من نقش به اصطلاح تاجوری او نقش حملت و علیشیر نوایی بود. عالم خواجه‌و پیشنهاد مرا با رضایت ممنونانه قبول کرده است. بعد از این با آن کس صحبتی هم داشتم از بخارا و از تاریخ تئاتر و از صنعت والای صحنه و غیره. شخصی دانا و هم صحبت خوبی هم بود. مدتی به ترجمه مختصری وریانت رادیو درام نوایی مشغول شدم. صحنه‌های بهترین، لحظه‌های پرجاذبه و دراماتیسم اثر را انتخاب کردم. منالوگ و دیالوگ‌های منظوم پیسه، علل خصوص گلی و نوایی را حتی الامکان نگاه داشتم. به هنرپیشگان آهنگ و صدای تاجیکی درام خیلی پسند آمد. نهایت پیسه را از رادیو پخش کردیم. با سروری عالم خواجه‌و همه هنرپیشگان نامدار و معروف بخاری تئاتری به نام حمزه به همراهی ارتیست خلقی ازبکستان مریم یعقوبوی یهودی در برنامه ادبی و دراموی اشتراک کردند. موفقیت برنامه بارها زیادتر از چشم داشت بود. پیش از همه راهبریت رادیو و کارمندان برنامه‌های ادبی ازبکی این درام را به زبان تاجیکی با شوق و هوس گوش کردند. آواز ارتیستان آشنای آنها به تاجیکی صدای مؤثری داده است. همه به یک آواز به شرکت کنندگان پیس احسنت و آفرین خواندند. شنوندگان همیشگی تاجیکی ما نیز به واسطه تلفن احساس خرسندی و قناعتمندی خود را اظهار می نمودند. بعد از این اسپکتاکل را به نوار ثبت کردیم. در آن وقتها لنتای مگنیت اکنون به رادیو آمده بود و آن را بیهوده صرف نمی کردند و با خواهش شنوندگان بارها پخش نمودیم. با باور کامل گفته می توانم که رادیو اسپکتاکل نوایی قله بلند رونق و رواج برنامه‌های موسیقی و ادبی و دراموی تاجیک در رادیوی ازبک بود. ما در این وقت قریب آخر سال 1947 چنان که در بالا گفتم انسمبل خود را داشتیم. آوازخوان‌های به اصطلاح شتتی داشتیم. از این آوازخوان‌ها 2 نفر بعدتر صنعتکاران نامی ازبکستان شدند. یکی از آنها اسحاق کتایف بود.
و در کورس سوم انستیتوت حقوق شناسی تاشکند تحصیل میکرد و به واسطه یعقوب داوودوف و همکورسش کمال افضلی به انسمبل تاجیکی داخل شد. آوازی خوب داشت. آهنگها را خیلی شیردار و فارم میخواند. از یعقوب داوودوف چندین سرودهای 6 مقام و خلقی را به خوبی آموخت. بعد از ختم انستیتوت به کسب حقوق شناسی مشغول نشده، با شوق و جانسپاری تام به راه صنعت رفت. دیرتر آوازخوانی نامی شد و در اجرای سرودهای 6 مقام از پیش قدمان بود. سال 1987 به جشن 60 سالگی برنا اسحاق و به دوشنبه آمد. با منت پذیری و شکرانه ها گفت که دستگیری و مدد من او را به راه صنعت هدایت نمود. سال 1997 او را در نیویورک دیدم. 3 سال پیش از تاشکند هجرت کرده است. به علت جراحی دل از سرودخوانی باز مانده است. حالا هم آوازی خوب داشت. در سینگاگ یهودیان دعا و نیایش می‌خوانده است. آوازخوان جوان دیگر ساسان بنیامینوف بود. او را به انسمبل با توصیه و ترغیب تمر خانم مشهور قبول کرده بودیم. بریتان خوب داشت. برابر آهنگ‌های خلقی، سرودهای آهنگسازان معاصر را با پیانینو نیز می‌خواند. دیرتر به تحصیل کنسرواتوار رفت و بعد از ختم این دانشگاه در تئاتر اکادمی اپرا و بالت ازبکستان از سالیستان ممتاز و درجه اولین و صاحب نشان و عنوانها نیز شد. بخش تاجیکی رادیوی ازبکستان در ترغیب سیاست مدنی و فرهنگی، در تربیه استتیکی و معنوی مردم از مرکزهای با نفوذ و تأثیر بخش حزب کمونیستی و دولت ازبکستان گردید. برابر همین بخش تاجیکی منبری توانا و آبرومند ادبیات و مدنیت تاجیکان بود که هم از جهت تاریخی و هم از حیث انعکاس وضع آن روزی فرهنگ تاجیکان خدمت شایسته‌ای را انجام می‌داد. وجود برنامه‌های تاجیکی و رونق و پیشرفت آن ثمره دوستی تاریخی و قدرتمند تاجیکان و ازبکان بود که چون صحیفه درخشان و عبرت‌انگیز همبستگی در تاریخ خلق ما خواهد ماند. شکوفایی این مرکز فرهنگی تاجیکان پیش از همه به همت و غمخواری صمیمی حزب کمونیستی و دولت ازبکستان وابسته بود. در رواج و گسترش بی‌نظیر برنامه‌های تاجیکی خدمت روشنفکران تاجیک هم از ازبکستان و هم از تاجیکستان بزرگ بود. اما جای خودستایی نیست و پوشیده هم نیست که تشکیل و عملی ساختن همه چاره‌بینی‌های وسعت دادن برنامه‌های ادبی و موسیقی و دراموی و فرهنگی تاجیکی به عهده من، دانشجوی جوان دانشکده شرق تاشکند واگذار بود. تحصیل دانشگاه و وظیفه پرمسئولیت و پربار را در رادیو اجرا کردن قوت و زحمات زیادی را تقاضا می‌کرد. ساعت 8 سر درس حاضر شدن، وظیفه‌های هر روزه استادان را سر وقت اجرا کردن و پس از درس غذای خورده ناخورده به رادیو رفتن، برنامه‌ها را آماده نمودن، با شرکت کنندگان برنامه‌ها به واسطه تلفن یا بلا واسطه ملاقات کردن و سپس ساعت 6 بیگاه مدت چند فارغ شده شام مصرف کردن و باز بیگاه ساعت 7 به کار دیکتوری یا خواندن برنامه‌های ادبی حاضر بودن کاری سهل نبود. در چنین شرایط تنها از ساعت 9 شب امکان داشتم که با تکرار و تیاری درس‌ها مشغول شوم. در خصوص روزهای دشوار و پربار دانشجویی و راهبری ردکسی تاجیکی به خانه به پدر و مادرم نامه‌ها نوشتم. این نامه‌ها هرچند از کار و مشغولیت‌های نهایت زیادی من نقل می‌کردند، ولی امروز در آنها آهنگ شکایت و رنج خستگی را حس نمی‌کنم. این نامه‌ها را پدری بزرگوار با احتیاط نگهداری کرده است و بعد از وفات ایشان تصادفاً از ته خانه پیدا کرده بودم. به نظرم بعضی نامه‌ها مفقود شده، بعضی آنها فرتود و رنگ پریده گشتند. با وجود این در نامه‌ها محیط تحصیل و شرایط کاری رادیو اینچنین اندیشه و آرمان‌های سالهای جوانی انعکاس گردیده است. خواندن این نامه‌ها بعد از 50 سال خیلی شوق‌آور بود.
و گمان می کنم چند پارچه آنها را اقتباس نمودن برای جوانان عبرت انگیز خواهد بود. بعد از 1-2 ماهی به تاشکند آمدنم به خانه مکتوب نوشته راجع به اهمیت فاکولته شرق و عزم و نیت‌های خود چنین اظهار عقیده کرده بودم. فاکولته‌ای که ما در آنجا می‌خوانیم آینده پرشرفی دارد، زیرا چه خیلی که روز معاون رئیس کمیسران خلقی ازبکستان رفیق عمرف آمده گفت ریسپوبلیک ازبکستان به ما با دیده امید و آرزو می‌نگرد. من فکر میکنم که در چنین شرایط در تاشکند از خواندن نمودن اینک آخری کار باید دارای یک موفقیت شود، زیرا تاشکند آمدن من فقط بعضی مسئله های محدود را در بر نگرفته، بلکه این 5 سالی که من به آن راضی شدم باید آینده مرا حل کند. تقدیر این 5 سال را البته بیشک سال اولین حل خواهد کرد. برای همین خیلی امید، خیال و شوق و ذوق بزرگی دارم. آخر اکتبر سال 1944. از 1 ماه ایون کبریا خانم به 3 ماه اتپوسک برآمدنی. در ردکسی تاجیکی بجز من کسی دیگر نمیماند. به بالای این شنوانیدن‌های تاجیکی باز بسیارتر کرده شد. بجز این در مدت نزدیک با قرار مخصوص شعبه تاجیکی ما خیلی وسیع کرده می شود. برای همین کارها خیلی نقص می شوند. 15 می 1946. همچنان کار بسیار شد که حتی به سر خاریدن دست نرسیده ماند. خواندنها روزی 8 ساعت. بجز این در رادیو باز کار جوش زد. بسیارترین شنونده های فارسی هم به ذمه ما افتاد. برای همین هم همه استراحت و راحت های کردگی امان به یک پول برآمده باز به همان حالت اول افتادیم. 21 سپتامبر 1947. از حکایت کارهای رادیو و آهنگ پارچه های مکتوب چنین نتیجه برمی آید که مقیاس و مسئولیت بخش ادبی و موسیقی تاجیکی رادیو به حدی بود که شخصی مسئول باید از کارهای دیگری طفیلی و علاوگی آزاد و تنها با اجرای همین وظیفه مشغول باشد. کاری رادیو هرچند شوق‌انگیز، با افتخار و احترام و خصوصاً از جهت مادی در آن سالهای دشوار و مشکل جالب و جاذب بود، ولی این کار را در زندگی خود یک مرحله گذرنده، یک دوره تجربه اندوزی و تأمینات معیشی میپنداشتم. با وجود این هرچی در دایره امکان و توان بود از صمیم دل اجرا می کردم. مقصد اساسی، آرزو و امید، سعی و همت من آن بود که از دانشکده‌ای که سالها آرزوی آن را داشتم دانش و علمی بردارم که آینده مرا معین و روشن سازد. در این باره چه فکر و اندیشه داشتم و چه آرزوهایی می پروریدم در مکتوبهایم به خانه و پیش از همه به پدرم می نوشتم. خواندن این صحیفه ها خیلی شوق‌آور است و روحی جوان را در تفکر مجسم می نماید. کارهایم بد نی، زندگانیم هم خوب، خواندن از وی هم درست. حالا دقت بسیار را به خواندن داده ایستادم. به نزدیکی مرا به قطار استیپندیات استالینی گذرانیدند. من اول راضی نشدم، ولی آنها میانگیر کرده نمانده انکیت و دیگر حجتها را پر کرده گرفتند. سبب راضی نشدن این بود که من در مکتب خیلی کم اشتراک میکنم. به کارهای جمعیتی اینچنین کم مشغولم. تنها رئیس پرزیدیوم گوشه علمیم. Председатель студенческого научного кружка по изучению истории культуры народов Средней Азии. این کار به من خیلی معقول و به موفقیت ها صاحبم. ولیکن کار و خواندن خیلی دشوار. همه به من حیران می شوند و می گویند که شما چه خیل می کنید که هم خواندن را خوب می برید هم کارتان را. 15 مارس 46. پاره دیگر از نامه این جانب. در ظرف ماه‌های آخرین من از کروژاک علمی یک موضوع گرفته بودم. رشیدالدین و غازان خان. در بالای این تیمه خیلی بسیار کار کردن لازم آمد. زیرا دکلد من در کنفرانسی استودنتان گذاشته شده بود. چند روز در بالای این خیلی جدی و از ته دل کار کردم.
اکثری مأخذها به زبان اجنبی بود. برای این چندی از کارهای رادیو هم دست کشیدم. برای در نزد معلمین و طالبین شرمنده نشدن حرکت کردم. خدا را شکر دهم ماه می دکلت را کردم به زبان روسی. سزاوار حرمت و تعریفی راهبری من گردیدم. اکنون در رادیو کار کردن برای من خیلی دشوار شد، زیرا به این هم در مکتب کار بسیار. در نتیجه تجربه قدم اولین در ساحه کار علمی چنین خلاصه برآمد که برای من حالا بسیار کار کردن لازم است. به آن درجه‌ای که آرزوی یگانه من است، رسیدن کاری خیلی وزنین بوده، مهنت بسیار طلب می کرده است. 15 می 46. و نهایت اندیشه و فکرهایی که سالهای جوانی از تجربه زندگانی تنهایی حاصل شده است. پس از سمرقند آمدن کارهایم علل خصوص در مکتب بسیار شد. این چنین پس از سمرقند تمام کردار و رفتار و فکرهای خود را به تبدیل دادن نایل گردیدم. فکر میکنم که هرچند در وقت خواندن کس بسیار پول گیرد، آدم همان قدر از خواندن مانده، همان قدری وقت مکتب را ندانسته گذشته می رود و آخر به درجه پست رسیده ماندن خود را حس نکرده می ماند. در مکتب به کارهای جمعیتی و فاکولته بسیارتر مشغولم، زیرا برای آینده من مکتب فاکولته لازم است. رادیو گرچند درست کار کنم مرا به هیچ جا برده نمی تواند. به جز پول یافتن به حیات لیاقت داشتن در این سن و سال معین نخواهد شد. در این ایام انسان برای تأمینات مادی خود به هر راه می درآید، هر کاری را می کند تا حیات خوب به سر برد، ولی در نتیجه چی طور از جمعیت دور شده پرتاب شده ماندن خود را نفهمیده می ماند. دشواری های چند روزه خصوصا دوره استودنتی نباید آدم را نومید سازد. پس از اتمام خواندن به آغاز به کاری اگر چنین دشواری دوام کند، پس کس باید شکایت از بخت نامساعد و بی‌لیاقتی خود کند. برای همین در وقت خواندن به دشواری طاقت باید نمود. اگر جایز باشد به قدر امکان مساعدت حال خود پیدا نموده حیات حقیقی استودنتی به سر برد. تنها در همین صورت به قدر خواندن، به قدر علم و نهایت به قدر حیات می رسد. از این سبب در رادیو کار را کمتر کردم. به من هر ماه 2000 یا 3000 کار کرده از خواندن دور شدن چی لازم؟ بگذار 1000 سوم یا 1500 سوم کار کنم و خواندن نرمالی خود را دوام دهم. گرچند فلسفه و سفسطه بسیاری نوشته شمایان را دلگیر نموده باشم هم، ولی همین را برای خود ضرور شماریدم. 25 اپریل 49. بله، خواندن، دانش اندوختن و با راه علم رفتن مقصد و هدف زندگی من بوده است. اما در ایفای وظیفه در رادیو هیچگاه فروگذاری نکردم و آنچه در دایره توان و امکان بود به اجرا می رسانیدم. کار رادیو برای تجربه زندگی من، برای کارآموزی اهمیت بزرگ داشت. به واسطه کار رادیو به دایره زیاییان گوناگون کسب صنعت و هنر به صحبت شخصان شناخته ازبکستان و تاجیکستان شرفیاب شدم. از آنها آدمیت، معاملت، دانش و آگاهی در رشته‌های گوناگون ادبیات و صنعت، شعر و موسیقی را آموختم. این دانشگاه دوم زندگی من بود. برنامه‌های تاجیکی رادیوی ازبکستان بیرون از مرز جمهوری نیز شهرت و آوازه داشت. تاجیکان برون مرزی و عموماً مردم فارسی زبان شنونده برنامه‌های تاجیکی رادیوی تاشکند بودند. راهبریت رادیو این تأثیر و نفوذ برنامه‌های تاجیکی را به اعتبار گرفته چند مدت تا تشکیل یافتن ردکسیه برنامه‌های خارجی برنامه‌های فارسی را به ذمه ما گذاشت. برنامه‌های تاجیکی ما در تاجیکستان معروفیت کلان داشت. در اول سال 1947 با کمیته رادیوی تاجیکستان رابطه‌های ایجادی برقرار نمودیم. در جشن‌های دو جمهوری تبادل برنامه‌های تاجیکستان و ازبکستان تشکیل می‌کردیم. در همه برنامه‌ها در خواندن حجت‌های مهمترین دولتی و حزبی
و ترجمه معروضه های سران مسکو و ازبکستان نطاق دیکتور من بودم. در مدت 1-2 سال صدای من صیقل یافته، آهنگ و تنین آن فارم و دلچسب‌تر گردید. تعریف و توصیف خواندن و آهنگ صدایم را از همه می شنیدم. البته این برای من خیلی گوارا و باعث افتخار بود. از این افتخار خود تنها 1 بار به خانه به پدر نوشته بودم. دیگر از تعریف خود بیان کنم. آواز مهارت خوانش من دیکتوری در همه جا منتشر گشته است. از تلین‌آباد همیشه از آدمان درست فکر بیان کنی های خوب آمده می ایستد. حتی بعضی آدمان می گویند که برای مرا شنیدن در تلین‌آباد از 3 سنگ راه می آمدند. همین خیلی گپ ها. این بادگی نه. 16 فوریه سال 1946